سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ بریم سراغ حواشی امروز. از صحبت‌های رنا در مورد ستاره که میگه هیچی جز این که با تطلع بودی برای ارائه نداری، تا صحبت‌های یگانه در مورد نازی که میگه اومدی خودتو به هم بچسبونی و تا گفتم نیازی به حمایتت ندارم گرفتی رو من. از اون ور ستاره میگه تویی که محتوا نداری رنا جان که رو منو گذشتم گرفتی که بتونی ویو بگیری. امیر محمدم حالا داستان دعوای ارسلان و پویا رو از زبون خودش تعریف میکنه و حمایت یگانه از صحبت‌های رنا رو داریم و درگیریش با ستاره. پس بدون معطلی ویدیو رو لایک کن تا خستگی این ویدیو از سرم در بیاد و بریم سراغ ادامه ویدیو. رنا اومده و به ستاره میگه که این خانم عادت کرده به کره‌گیری از اسم و تطلع و بقیه تا بتونه ویو بگیره. زندگی به من ثابت کرده که اولین دشمن یک زن اول هم جنس خودشه، بعدن جنس مخالف. مثل همین داستانی که دیدیم یه دوره زن ستیزی خیلی بیداد میکرد و این موضوع سر زبونا بود. یه شخصی میاد از این موضوع کره میگیره، میره به یه آدم مشروم میچسبه و انگ زن ستیزی میزنه، اینجوری حمایت میشه و میاد بالا. یه دوره بعد میبینه که اسمش از سر زبونا افتاد، میگه خب چیکار کنم؟ آها اون شخص هنوزم سر زبوناست، از اون دوباره میرم بالا. میره دوباره اسم اونو میاره، میگه که اصلا من خوشحالم که ایشون با من این کارو کرد. ستاره میگه که رنا هیچ تولید محتوایی جز گذشته من نداره و حالا بیا و از خودش بگه که با یه آقایی از قبل از برنامه هماهنگ کرده که به زودی وارد میشه. فرستادی این خانم هیچ تولید محتوایی به جز گذشته من نداره. یعنی بعد میگه که من میخوام ویو بگیرم، تو فقط داری اسم اون آدمو، گذشته منو، اینکه وای این رفت فلان کرد، وای اون رفت فلان کرد، وای 6 ماه پیش این کارو کرده. من میگم اوکی خب من گذشته من اینطوری قابل بحث. خب تو میشه راجع به خودت یه ذره به ما بگی؟ میشه راجع به این بگی که چرا شما هماهنگ شده با یه بنده خدایی وارد برنامه شدید و پارتنر شدید و حالا در آینده میبینن، من نمیخوام زیاد اسپویل کنم، ولی میشه بعدم یه راجع به این که چرا خودت طرف تو آوردی توی برنامه صحبت کنیم. این یه موردش. و میخواستم بدونم که چی شده که شما الان با پویا اوکی، ولی با منی که با پویا 2 کلمه صحبت کردم یهو دشمن خونی شدی، ولی با تینا و با پویا رفیقی و نگین فضلی. این اگه هماهنگ کردن دست به یکی کردن نیست، پس اسمش چیه؟ مخاطب زرنگ‌تر از این حرفاست عزیز من. الان میخوای فقط با استفاده از گذشته من ویو بگیری. ببینید ما اومدیم توی این برنامه که راجع به این برنامه صحبت کنیم دیگه. حالا شما چون هیچ جذابیتی واسه این مخاطبتون ندارید، میچسبید به گذشته من که این بغل بیاید از گذشته من بالا برید یه ویدیویی بگیرید و منم بهتون اجازه میدم هر کاری دوست دارید بکنید. آخه نداری دیگه، نمیتونی، هیچ جذابیتی نداری واسه مخاطب بجز اینکه بشینی این دوربینو بگیری دستت و راجع به گذشته من که نمیدونم این اومده دروغ گفته، بعد اومده این استوری. اول اینکه اون استوریایی که من گذاشتم واسه 3-4 ماه قبل از ویلا. دوم اینکه من بخوام توضیح بدم تا صبح حرف دارم، بخوام بینندمو قانع کنم به خاطر اتفاقایی که واسم افتاده. من میگم به نظر من از گذشته من و اتفاقایی که 4 سال پیش افتاده بکشیم بیرون و به برنامه بپردازیم که چی شده که رنا جان انتخاب کرده که کیو وارد کنه به عنوان پارتنرش، چجوریه که با طرف هماهنگ شده پا شدن اومدن تو برنامه. و این به نظر من جای بحث داره که حالا تا چند وقت دیگه همه متوجه میشن رنا جان. و اینکه واقعا انقدر بی محتوایی که تنها محتوات منم، هم تو همون رفیقت که واقعا شبیه همون هستی عزیزم. نمیدونم چی بگم، راحت باش، تولید محتوا کن از گذشته من، حلاله. یگانه میگه ستاره چون گندش در اومد که نازی که رفیقشه با دوست پسرش وارد برنامه شده اومده و همینو راجع به رنا میگه. در ادامه هم میگه که نازنین گفت که ازت حمایت میکنم و حق با یگانه بوده و وقتی بهش گفتم نیاز به حمایت تو ندارم حالا بلبل زبون شده و گرفته رو من. که تو استوری قبل مشاهده کردید ایشون به خاطر اینکه گندش در اومده که خانم نازنین بود دوست پسر خوابش بسته اومده تو برنامه و دیگه اینو همه میدونن، به خاطر همین داره میگه که رنا با دوست پسرش بسته اومده. خب ایشون خودشون همیشه از حواشی میان بالا، یعنی اومدن بالا که همیشه بالایی نیومدن، ولی بیشتر خودشون با حواشی کشیدن پایین. کسی که خودش برای ارائه کردن خودش هیچ چیز جز گذشته نداشته باشه، واقعا ببین اگه قسمتی که راجع به تطلع صحبت می‌کرد رو کات نمی‌کردن کلش رو بعد از تطلع از دهن عطیه حرفای راجع به تطلع رو می‌شنیدید. دهنمون رو سرویس کرده بود، پشت صحنه صبح پایین موقع صبحونه به پسر عکسشون نشون میداد و راجع به صحبت می‌کرد و خاطراتشون میگفت. شبا بالا تو اتاق دخترها دهن ما رو سرویس می‌کرد تا خود صبح، یعنی نمیذاش بخوابیم. من که قرص خواب می‌خوردم می‌خوابیدم تا خود صبح راجع به تطلع و خاطراتش و وایساشون رو برای مامانش فرستاده و برای باباش فرستاده
برای ما میذاشت. اینو نگه چی بگه. من توی ویلا یه دونه دوست داشتم، اونم رعنا بود که از بعد برنامه دوستم هنوز دارمش. ایشون گروه شده بودن، همه رو دوست خودشون کرده بودن، با همه دوست شده بودن. از بعد برنامه هم هیچکی براشون نموند. همه فهمیدن این خانم شخصیت واقعیش چجوریه. فقط همون نازنین داره. اونم نازنینی که انقدر پلشتی که دوست پسر فابریکش که 4 سال زیر یه سقف دارن با هم دیگه زندگی میکنن، پاشو دوباره تو برنامه. و یه مسئله دیگه، خانم نازنین اومده ویدیو مسیج گذاشت کانال تلگرامش که یگانه میومد راه میرفت تو اتاق دختره میگفت من از ارسلان خوشم میاد. من به خاطر همین آشناییمو با ارسلان تمام کردم. حالا گوینده بزنین بگم. حالا گوینده کیه؟ خانم نازنین. شاهد ستاره. اگه بنا به این باشه که من 1000 و یه حرف میزنم میگم شاهدم رعناه. بچه‌ها اونجا من انقدر اعتماد به نفسم خوبیده بودم و انقدر ناراحت بودم که اصلا نمیتونستم بیام راجع به این موضوع حرف بزنم. اصلا به کاپل شدن و آشنا شدن فکرم نمی‌کردم. حالت خوبه؟ با دوست پسرت تو برنامه الان بگیری رو من عزیزم. تو نمیتونی بگیری رو من. خودت جر نده، اینجا تو برنامه نیست. نه نازنین جان، شما منتظر دوست پسر فابریکت بودی عزیزم. یه روز قبل از اینکه بخوای ویدیو مسیج بذاری، ویدیو مسیج گذاشتی تو کانال تلگرامت، داری میگی که بچه‌ها خیلی جاها حق با یگانه بود. حالا که دارم نگاه میکنم تا جواب دادم گفتم من نمیخوام تو طرفداری منو کنی، بلبل زبونیت شروع شده عزیزم. خب نمیخوام تو طرفداری منو بکنی. من اصلا نمیخوام تو راجع به من خوب بگی یا بخیر از من طرفداری کنی. تو یکی از پلیدترین آدمایی بودی که من تو اون ویلا تو کل زندگیم شناختم. الان نمیخواد طرفداری منو کنی. امیر محمد هم داستان دعوای ارسلان و پویا رو از زبون خودش تعریف میکنه که بریم بشنویم. خیلی پرسیده بودن داستان بحث و دعواتون با پویا چی بوده. ما اون شب ارسلان پیش من نشسته بود، اونجا داشتیم شام میخوردیم و صحبت میکردیم و اینا. بعد یهو پویا از پایین برداشت گفت که از این بعد هر کی ظرفاشون کوبید رو میز، هر کی از این بعد ظرفاشون نشوره خایه‌هاشو میکشیم. بعد ارسلان هم همینجا بلند شد گفت که مگه تو کشاورزی که بکشی و اینا. بعد رفتن با هم یکم بحث کردن و بحثشون خیلی بالا گرفت. بعد من یکم با خودم نشستم، اونجا خیلی اعصابم خورد بود و یکم نشستم با خودم فکر کردم، گفتم این حرفو کلی زد. اگه مخاطبش کسی بود اونجا اسم میگفت، یعنی میگفت آقای فلانی حرفم کاملا با شماست، ولی چون اونجا این حرفو کلی زد منم به خودم گرفتم. بعد منم پا شدم، منم با از پشت ارسلان در اومدم، ارسلان رو کاور کردم، با پویا بحث کردیم. بحثمون خیلی شدید بالا گرفت که اینو اصلا کات خورده، اینو نذاشتم براتون. که در ادامه من با بحثم پویا، حالا بریم جلوتر، اینو فکر کنم رعنا به پویا تیکشو میندازه که من صاف تو چشمای پویا زل زدم، گفتم جون. یعنی انقدر روان من به هم ریخته بود این تیکه رو، این لفظ رو اومدم که همینو دیگه رعنا چسبید بهش ول نکرد. در ادامه تو قسمت‌های بعدم دیگه گفت همینو یه سر میکوبید تو سر پویا. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و به کانال خودتون خوش برگشتین. پس تا ویدیوی فردا شب فعلا خداحافظ.